سلام دوستان، امیدوارم شما حال خوب ببه. با این ویدیوی دیگه در خدمت شما هستم. یک سری دوستان در ویدیوهای قبلی گفتید که کلا گیلکی حرف بزن. حالا من سعی کنم که کلا گیلکی گپ بزنم، ولی بعد اینجا مجبورم که فارسی حالا معنی یک سری چیزا نخواهم بگم، مجبورم که فارسی بگم. این ویدیو در مورد ضرب المثل های گیلکی، حالا من 10 تا ضرب المثل گیلکی انتخاب بودم که حالا اگه ببه در آینده ضرب المثل های بیشتری این ویدیو چگونه به شامل یه نه. میشیم سراغ ضرب المثل اول. ضرب المثل اول اینه که آب نده خطومان کنه، یعنی آب رو ندیده شلوار خودش رو در میاره. کنایه از عجول بودن یا شتاب زده کاری رو انجام دادن. ضرب المثل دوم توی خروس مرغانه کنه، یعنی خروس تو تخم میذاره، که کنایه از اینه که خیلی خوش اقبالی و دنیا به کام توه. ضرب المثل سوم که خیلی ضرب المثل جالبی است، میگه که خدا تی دیل بده تی کاسه پلا بود، یعنی اینکه خدا دل تو رو دید یا قلب مهربون تو رو دید و داخل بشقابت بلوری، و کنایه از اینه که خدا به هر کس به اندازه دلش میبخشه. ضرب المثل چهارم میگه که بد جاتی آغوز فکشتی، یعنی گردوی خودت رو بد جای کاشتی، و کنایه از اینه که با بد کسی در افتادی. ضرب المثل پنجم که خیلی ضرب المثل غمگین نیست، یه امو تیان منی عروسی رپلا بچیم هزار آب گرمک. میگه ما مثل یک دیگ بزرگ میمونیم، برای عروسی توی ما برنج میپزن و برای عزا توی ما آب گرم میکنن، و کنایه از اینه که میخواد بگه بلاکش روزگاری، یعنی خیلی بلاها توی زندگی سر ما میاد. ضرب المثل ششم ضرب المثل جالبی است، یه بار مادیون بره گوزه، یه بار مادیون بره گوز کره زنه، یعنی اینکه بار رو مادیان میبره، باد معده رو کره اسب میزنه، و کنایه از اینه مثلا کار رو من انجام میدم ثمره‌اش رو تو میبری. ضرب المثل هفتم میگه که ترو به ولگ خوره گروش و فسنجان نزنه، یعنی برگ تروب رو میخوره ولی آروغ فسنجون رو میزنه، و کنایه از کسیه که خیلی لاف میزنه و قمپوز در میکنه. ضرب المثل هشتم میگه که تیتیلاس پر منه. تیتیلاس پر یا همون سنجاقک، میگه مثل پر سنجاقک میمونه، کنایه از نازک نارنجی بودن یا ظریف بودن یا ضعیف بودنه. ضرب المثل نهم میگه که آتش خاموش بوده کله خاک امر بازی بودن، یعنی آتش رو خاموش کرده و با خاک اجاق در حال بازیه، و به کسی میگن که هدف اصلی خودش رو گم کرده، و یا کسی که داره کار بیهوده انجام میده. ضرب المثل دهم و آخر میگه که اتوبوسگ دوم دنمج، یعنی دم سگی که خوابیده رو لغت نکن، و کنایه از اینه که سر به سر آدم بی‌اعصاب نذار. امیدوارم از این ویدیو شما رو خوش اومد. اگه دوست دارید ضرب المثل‌های بیشتری شما رو یاد بدم، حتما کامنت درون عمل رو بگید.